اجازه بده که هرچی از کلام من از دهان من بیرون میاد به جز کلام تو نباشه خداوندم و من احتیاج دارم به تو خداوندم تا بتونم این جلسه رو برگزار کنم. دعا تقدیس کردم و نام عیسی مسیح آمین. صبح یکشنبه زیباتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشد. دیروز صبح 24 ساعت بیشتر شده. خیلی اتفاق افتاده. خدا رو شکر. من اینجا اعلام میکنم ما به مرگ کسی راضی نیستیم، برای مرگ کسی دعا نمی‌کنیم. جنگ ما با جسم و خون نیست، ولی اگر خداوند اجازه میده دست بعضی از انسان‌ها بعضی اتفاقا بیفته، خداوند به اراده الان اتفاقی هم که افتادیم چرا اتفاق افتاد و اتفاقی که افتاده به دست قوم بنی اسرائیل و یک مسیحی، خدا رو شکر. چون که من چند سالی توی هتل هستم، کسایی که خبرنگاری که از آمریکا میان برای غذا میخوان دعا کنن خیلی یواش دعا میکردن تا حتی چند سال پیش. گفتم چرا؟ گفتم توی آمریکا ما اگر بلند دعا کنیم مسیحا توی یک رستوران، بقیه شروع میکنن مخالفت کردن و سر صدا دادن. ولی خدا رو شکر، خدا اراده خدا بود که یه رئیس جمهور الان بیاد که توی تلویزیون ملیشون قبل از جنگ شروع میکنن در نام عیسی مسیح دعا کردن و در جنگشون دعا میکنن و خدا رو شکر که این جرأت و شجاعت دوباره برگشته به آمریکا و تمام دنیا که بتونیم عیسی مسیح رو پرستش کنیم. خدا رو شکر. ولی امروز بحث من در مورد انتظاره، در مورد اتفاقایی که برام میفته و عملا زندگی ما یه جوری همش انتظار ازدواج خوب، انتظار کار خوب پیدا کردن، انتظار پولدار شدن، انتظار خرید خونه، انتظار ماشین، انتظار نابودی خامنه‌ای، انتظارهای عجیبی بگیم اواخر بگیم انتظار ایران و نمیدونم اتفاقای ایران که ترامپ قول داده بود و این انتظاره همیشه بود و ما که در ترکیه هستیم معنی انتظار خیلی خوب می‌فهمیم. کسایی که بالاخره چندین سال انتظار داشتیم تا پرونده درست بشه کشور بگیریم، این هر چیزی. این بحث انتظار همیشه تو تاریخ بوده، برای اقوام مختلف بوده، فقط برای ما نیست و برای یهودیت هم بوده. انتظار داشتن که رومیا برن، انتظار داشتن از دست آسور راحت بشن، انتظار داشتن از بردگی آزاد بشن از مصر، انتظارهای زیادی داشتن و اصلی ترین انتظارشون که میدونیم انتظاری بوده برای عیسی مسیح، کسی که به عنوان مسیح و نجات دهنده و ماشایا، کسی که از طریق خداوند مسیح شده بیاد و قوم و نجات بده. البته اون چیزی که خودشون پیدا کردن، اون تفکری که داشتن. در هر صورت همیشه یه تاریخ انتظار داشتیم. حتی این مسلمان ها منتظرن قرار یه نفر بیاد. حالا ما چون تو فضای شیعی بزرگ شدیم، این سنی ها میدونیم که حالا بردرواز باشون بیشتر در ارتباط، اینا منتظرن مسیح بیاد. جالبه میگن مسیح میاد همه رو مسلمون میکنه. بودم خب مسیح بیاد حالا ببینیم چیکارمون میکنه، ما حرفی نداریم. این که شما منتظر مسیحین خوبه، ایرانی ها منتظر چیز دیگه بودن، ولی خب اینا خوبیش اینه که منتظر مسیح. پس چندین قرن، چندین نسل، انسان‌های مختلف تمام عمرشون منتظر بود. ما منتظر بودیم که این 47 سالی اتفاقی بیفته برای جمهوری کشورمون، جایی که توش به دنیا اومدیم، دوست داشتیم و به قول دعای زیبایی که بعد محمد و خواهر مریم کردن، همه امیدمون اینه که برگردیم توی کوچه محله‌های قدیمی خودمون، با هم محله‌های خودمون یک کلیسا تشکیل بدیم، دور هم باشیم، تجدید خاطره کنیم. در هر صورت در کلام خداوند جای زیاد درباره انتظار صحبت شده، ولی یه چیز جالب هست در متی، کتاب متی یک در کتاب متی میاد اول شجرنامه عیسی مسیح رو میگه، اول با اسمای عجیبی مختلف، ولی در آیه 16 و 17 جالبه که میگه
کلام خداوند انجیل متی فصل 1 آیه 16 میگه یعقوب یوسف همسر مریم را آورد که عیسی ملقب به مسیح از او زاده شد. بدین قرار از ابراهیم تا داوود بر روی هم 14 نسل و از داوود تا زمان تبعید یهودیان به بابل 14 نسل و از زمان تبعید تا مسیح 14 نسل. این اتفاق 14 نسل 14 نسل. ما اگه نسل رو بخوایم به طور متوسط 10 سال رو حساب کنیم که مثلا بچه 5 ساله من باید 10 سال بگذره تا بشه 15 ساله یه نسل بگذره. این 14 نسل زیاد بوده، 140 سال فلان میشده و زمان زیادی بوده برای هر این متایی که اومده این تفسیر منظوری کرده و منتظر بودن و داره یه جورایی این فصل اول آیه دکتر اساسا توسلی هم میگه یه آموزش خیلی زیبایی داره، میگه که این اتفاقای قبل یهودی‌ها، مشکلاتی که پیش اومده، انتظارهایی که بودن، این یه فصل اول یه جورایی یه بشارت به یهودی‌ها که منتظر بودید اسامی مختلف رو میبره، اثبات میکنه پسر فلان بود، پسر کی شد و چی شد که بعد از 14 نسل بالاخره اون چیزی که منتظرش بودیم اومد. انتظارتون به پایان رسید. یعنی اینکه این انتظاری که قبلش در موردش صحبت کردیم و همه گفتیم انتظار و اونا قطعا این انتظار داشتن، متی میاد یه خبر خوش میگه قوم یهود اون انتظار زیادی که داشتیم، چندین سال منتظر بودیم، انتظار به سر اومد و اون کسی که منتظرش بودیم اومد. مژده خوب، مژده خوب. و نکته‌ای که این همش مثل اگر علاقه‌مند فیلم باشین یه جوری مثل کارگردانی فیلمه، یعنی تو کارگردانی فیلم یه خطی داره منحنی میشه میره بالا، میاد بالا، گره اندازی میشه، گره گشایی میشه. این تو گره گشایی که میاد توی حالت خوش میگه انتظارتون به پایان. ولی یه نکته‌ای توجه من جلب کرد. توی آدمایی که میخونیم خب یه سریاشون رو نمیشناسیم به خاطر اطلاعات من کمه، مطالعه من کمه، ولی یه سریشون خیلی بارزن. مثلا داوود که از کسایی که اسرائیل دوستش دارن، در موردش خیلی حرف میزنن. یه خورده بریم به زندگی داوود نگاه کنیم. داوود یه کودکی بود در یه روستایی، فکر کنیم یه روستایی دور افتاده. پدرش گوسفند داشت، چند تا برادر بزرگتر داشت و این به عنوان برادر کوچکتر مجبور بود که هم حرف پدرش رو گوش کنه هم حرف برادرش. و سخت‌ترین کار چی بود؟ چوپانی رو داده بودن به داوود. اتفاقا تو منطقه‌ای هم بودن که حیوان درنده زیاد بود. بوق بوده، شیر بوده، نمیدونم. داوود یه تنه با تنهایی باید با اینا می‌جنگید. شما یه لحظه خودمون رو بذارید جای داوود، ببینید که چه شرایط سختی داشته این بچه. شاید بعضی شبا مجبور بود تو هم بیابون رو سرما بخوابه برای نگهداری از گوسفندش. مسئولیت این گوسفندای پدرش برادرش استنجابش می‌کردن، پدرش استنجابش می‌کرده. بعد اون شجاعت داشته. ولی برای این بچه تو این سن ترسناک بوده، اذیت کننده بوده. انتظار برایش مطمئنا بزرگ بوده. من قراره چی بشم؟ حد اکثرش میشم سرچوپاندار، مثلا بزرگ چوپانا، بزرگ گوسفندا. ولی تو اون موقع تمرین خودش رو میکرده، با فلاخانش کار میکرده. داوود هیچ وقت حتی به ذهنش هم نمیرسیده که اونجا قراره وقتی داره با این فلاخان تمرین میکنه و آمادگیش رو میبره بالا، نشونگیش رو میبره بالا، هیچ وقت به ذهنش نمیرسید قراره این فلاخان رو توی جنگ بین دو تا کشور بزرگ، دو تا قوم بزرگ استفاده کنه. هیچ وقت فکر نمی‌کرد این فلاخان، این داوود، این توانایی که داره یاد میگیره قرار یه زمانی یک آدم غول‌پیکر بزرگ و که سمبل پیروزی دشمن قوم خداوند بوده رو به زمین می‌رسونه. و هیچ وقت فکر نمی‌کرد که این اتفاق با این فلاخن قرار تاریخ خودش رو، خانواده‌ش رو، اسرائیل رو عوض کنه. درسته؟ پس نتیجه میگیریم خداوند توی هر شرایطی داره کار میکنه. حتی مواقعی که ما نمیدونیم، حتی مواقعی که ما ذهنمون اصلا یه جای دیگه است.
دنبال کاریم، دنبال بودن خوردنیم، دنبال آرامشیم، دنبال دعوا با همسرمونیم، دنبال خیلی چیزای دیگه. خداوند داره تو اون موقع کار خودش رو انجام میده، داره نقشه خودش رو پیش میبره با وجودی که ما نمیدونیم. و نکته دوم و خیلی برای من جالبه که ما وقتی که از ایران از اون فرهنگ اومدیم بیرون، ما یه فرهنگی داریم که سانسور باشه. زن و شوهر دعوا کردن بخوان همدیگر بکشن، مهمون که میاد دوتایشون میاد عزیزم یه چایی میاری، ظاهر رو حفظ میکنیم ولی پشت زدیم سر کله هم رو شکوندیم، ولی سانسور میکنیم. درسته؟ کتاب مقدس سانسور نمیکنه. داوودی که با این اسم بزرگ داره تمام گناهانی که داره میاد تو کتاب می‌نویسه و سانسور نمیکنه. حتی موقعی که داوود داشت گناه میکرد خداوند داشت کار خودش انجام می‌داد. حتی موقعی که داوود داشت قتل رفیق نزدیک خودش انجام میداد، خداوند نقشه خودش داشت ادامه میداد جلو. خداوند در هر شرایطی داره نقشه خودش رو پیش میبره. تو این کتاب مقدس خیلی داستان‌ها هست. مثلا ابراهیم، من همیشه تو این شخصیت‌ها سعی می‌کنم خودم بزنم سر جای اونا. ابراهیم که خونه و مسکن و زندگی و باغ و بوستانش رو داشت. خداوند گفت باشه راه بیفت. من بودم با ایمان زنی. ولی ابراهیم گفت لبیک خدا. پا شد زندگیشو برداشت برد. ابراهیم بچه دار نمیشد. همسرش اومد برنامه خب بیاد یه کار دیگه انجام بده، شاید بچه دار بشه. با وجودی که ابراهیم ناامید بود، داشت مسیرش رو ادامه میداد، جنگ‌های اتفاق افتاد، مشکلات پیش اومد، با فرعون به دردسرای خورد، خداوند داشت کار خودش رو انجام میده و به ابراهیم قول داد که از قوم تو نسلی خواهد آمد که تمام دنیا رو عوض کرد. و در اون موقع خداوند داشت نقشه خودش رو انجام و اتفاقای خداوند پیش رفت. ببینید انتظار همیشه با ناامیدی، کلافگی، سختی، تلخی همراه. وقتی ما انتظار میکشیم و درست نمیشه، ما تا همین دیروز صبح ساعت 8 نمیدونستیم چه اتفاقی. در مورد ما همین ایران 47 سال نمیدونستیم چه اتفاقی قرار بیاد، ولی خداوند اجازه داد. یعنی واقعا اگر ما به عنوان مسیحی فکر کنیم، خدا باید اجازه بده که یه اتفاقی بیفته. خداوند اجازه داد که آقای خامنه‌ای پرونده‌اش، کسایی که قرار بود جایگزینش بشن، آدمای دیگه‌ای که قرار بود اتفاقای دیگه پیش بیارن، همه توی یه فضا جمع میشن و این اتفاق میفته. میتونست یکیشون به هم موقعی اتفاق بیفته و نه. خداوند نقشه خودش رو انجام میده. من در مورد ایران فعلا بحث نمی‌کنم، در مورد اتفاقی که توی کتاب مقدس افتاده. پس انتظار یه ناامیدی، یه سختی، یه کلافگی داره، ولی انتظاری که تفکر متفاوتی داشته باشه کلافگی نیست. اصلی ترین عامل انتظار چیه؟ امید. اگر امید وجود نداشته باشه ما منتظر نمیمونیم. اگه من امید نداشته باشم که قراره مثلا یه ماشین بخرم، امیدشو دارم، پس انتظار میکشم پول جمع بشه تا بتونم ماشین بخرم، تا بتونم موتور، تا بتونم این خودکار بخرم. امید خرید موتور خودکار من دارم. پس امید خیلی مهمه. برای ما امید چه فرق میکنه با بقیه امیدها؟ امید ما امید مقدسه، امید متفاوته. چون که امیدی که خداوند به ما داده، من آیه این ته نوشتم که بتونم براتون بخونم مولانتون نشان کنم. در کلام خداوند اشعیا فصل 9 آیه 6 میگه زیرا برای ما کودکی زاده شده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. ببینید عیسی مسیح یه پیامبر مثل بقیه پیامبر توی رده بقیه پیامبران نبود، چون خیلی از پیامبران اومدن پیامی آوردن رفتن نبوت کردن فلان،
ولی عیسی مسیح میگن خدای قدیر، چون یه تفاوت خیلی بزرگ داره که عیسی مسیح امید جاودانه و امید بزرگی رو به ما داد و گفت تغییری که قرار ایجاد بشه با خود عیسی مسیح بود. در کلام خداوند دوم پتروس فصل 1 آیه 3 می‌فرماید قدرت الهی او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم به ما ارزانی داشته است. این از طریق شناخت او میسر شده که ما را به واسطه جلال و نیکویی خویش فراخوانده است. خداوند توی نقشه‌ای که کار داشت می‌کرد، مسیری که می‌آورد، نقشه رو قرار بود به جایی برسونه که کسی روی زمین بیاد، عزیزترین کس خودش بفرسته زمین و دنیا رو عوض کنه، اتفاق شگفت بزرگ پیش بیاره. هفته قبل یادتون درباره سیل مثال زدم که یک اتفاق عجیب پیش میاره، الان مثل آتشفشان که میزه فیلماش دیدیم میگن اون انفجار، اون شورایی که میده اون فضا رو کاملا عوض میکنه. عیسی مسیح با اومدنش یه انقلاب عجیبی بزرگ ایجاد کرده زمین. خیلی ها ندیدن اون وقت، خیلی دنبال نان و ماهیشون بودن که وقتی بعد از که نان و ماهی تموم میشد میرفتن نان و ماهی اون امروز خدا رسول خدا رو شد. فقط کسایی کنارش میموندن که عیسی مسیح به پتروس گفت تو منو چی می‌بینی؟ میگه من تو رو پسر خداوند می‌بینم، تو رو کسی می‌بینم که قرار تغییر کنه. توی فکر کنم قرنطینیان هست که پولس میگه که اگر فقط چشمتون صرفاً به نقشه خدا نیست، به عیسی مسیح نیست، مثل بقیه آدم‌ها دارن می‌خوریم می‌گردیم و زندگیتون رو میکنید مینوشیم ولی اون نهایت نداره. من دیروز داشتم به این فکر کردم، ما از طرف خوشبختانه اولین نسل مسیحی تایپمون هستیم. خب این خدا رو از طرف بعض وقتا گرفته میخورم. میدونیم به چی؟ بعض وقتا میبینم که مثلا کسایی که پدرشون مسیحی بودن، مادرشون مسیحی بودن، من پدر خودم دیگه نخواهم در ملکوت نخواهم چون مسیحی نه. ولی مثلا برادر دیوید پدرش از دست داده بود، وقتی اومد میگه که در پیشگاه خداوند دوباره همدیگه رو میبینیم. یه کشیش یه داستانی تعریف که من خیلی تأثیر گرفتم ازش. گفت یه مسیحی ایماندار قدیمی داشته میمرده، بچه‌هاش رو داخلش جمع میکنه، میدونسته چند سال دیگه داره میمرده. 4-5 تاشون ایماندار بودن، یکیشون ایماندار نبود. یکی گفته محمد پسرم شب بخیر، من در اول ستاره صبح تو رو میبینم، فلانی شب بخیر، فلانی شب بخیر، فلانی شب بخیر. با پسرش که ایماندار نبوده شروع کنه گریه کردن، میگه من دیگه تو رو نمیبینم. میگه بابا چرا به همه شب بخیر گفتی، داری از من خداحافظی میکنی؟ میگه من تو رو دیگه نمیبینم پسر. و اون پسر تحت تاثیر قرار میگیره، میگه من الان ایمان میارم و اونجا شهادتشو میده و ایمان میاره و بعد بهش شب بخیر میگه و با اون سر میگه. امید ما فناناپذیره، تموم نمیشه، ما نمیمیم، ما ادامه داریم. مثل این فیلم های جدیدن دارن میتریکس و نمیدونم این فیلم های تخیلی که میسنن یه آدم نامی راست سوپرمن و این حرفا. واقعا اینو تصور کنید که ما اینجوریم، ما نامیراییم. حالا درسته یه ضربه به بازوی من بخوره استخوانم میشکنه، ولی ادامه داریم چون که امید ما پیش عیسی مسیح خدا. به خاطر داریم اون داستانی که عیسی مسیح بعد از چند روزی که پیش شاگردان بعد از قیامش بود و اومد به آسمان رفت، همه تعجب داشتن با حسرت نگاه میکنن تا عیسی مسیح توی عرفا مرد. یه فرشته اومد بهشون چی گفت؟ همین که داره میگه گفت همین برمیگرده، نه با شخصیت دیگه نه با کس دیگه، همین خودش. گفت این قرار برگرده، چرا ناراحتی؟ مگر همین از مرگ برنگشت؟ تو همین جریان انقلاب ایران کامنت ها رو میخونیم، میگه میگفت بهترین اسکار رو میرسه به خداوند که داره نگاه میکنه، اون یکی میگفت خداوند نیست، اون میگفت خوندیم دیگه، هم درسته؟
خیلی ها میگن کی از اون بر برگشته؟ ما مدرک داریم عیسی مسیح از اون بر برگشته. ما تنها قومی هستیم مسیحیان که میتونیم ادعا کنیم آقا یکی رو داریم که از مرگ برگشته از دنیا اون بر خبر داره. ما تنها قومی هستیم میتونیم ادعا کنیم که یه نفر اون بر در دست راست خداوند نشسته و منتظر است. آمین. خداوند کارگردانیه که این نکته تو پرانتز بگم چون دارم پیر میشم میگم. هیچ وقت در زندگی در حضور خداوند بی‌فایده نیست. چون خداوند به موقعش از ما به عنوان موقعی که باید استفاده کنه. چون خداوند همیشه در همه حال داره نقشش رو اجرا میکنه. ما در زندگی در خداوند بی‌فایده نیست. خداوند به موقعش هر موقع اجازه بده. ترامپ توی 70 سالگی رئیس جمهور شد. شما فکر کنید این همون نقشه داره. هنوز چقدر هم نقشه داره. در 70 سالگی تازه اومد رئیس جمهور آمریکا شده و قرار هنوز و خداوند اجازه داد به دست اون یک دیکتاتور که ایران بمیره. هیچ کس فکرشو می‌کرد یه زمانی ترامپ قراره این کارو بکنه. نه. کلامو میبندم، خیلی وقت رو نمیگیرم. یه نکته فقط میگم که هواش روز ذهن من مشغول کرده. امیدوارم شما برگردید. آفرینش یک بار اتفاق افتاد. دیگه اتفاق نمیفته. درسته؟ خداوند یه بار آفرینش کرد. همین مراقبش. خدایا شکرت که ما جزو کسایی بودیم که توی دفتر اولی اسم رو نوشت. میتونست اسم رو نوشته نشده باشه. این دایره‌ای که خداوند کشید و اسامی ما نمیدونیم. در آینده برادر من قراره تو این دایره بیاد یا نه، من نمیدونم. ولی الان که میدونم توی آفرینشی که خداوند کرد و من جزو کسایی بودم که اسم من توی دفتر نوشته شد. چند تا امید داریم که در آینده عیسی مسیح رو خواهیم دید. با هم خواهیم. آمین. هممون امید داریم. هممون این امید رو داریم که در آینده دور هم چند وقتی بحث ایرانه همش بر دوستان میگم که طور خدا ایران رفتیم ارتباطمون ما هم قطع نکنیم. چون واقعیتش من برادرم ایران دوستش دارم ولی ما هم غریب است. محمد تاریخ عباس داره بیشتر من نزدیکی تو برادرم. میدونین چرا؟ چون که ما یه آدمای دیگه شدیم. دوستشون داریم اون آدم. عاشقشون. خواهر من از آمریکا بعد چند سال رفته بود ایران و خوشحال بود. روز آخر برای من پیام داد گفت مهدی باور نمی‌کنی احساس غریبی می‌کنم. با وجود مادرش داره میگه، خانواده‌اش داره میگه. چون ما یه آدمای دیگه شدیم. ما در عیسی مسیح تبدیل شد. و آمین برای هر چی که اراده نیکو خداوند باشه برای ایران، برای آینده و امید ما به عیسی مسیح. هفته پر از برکتی داشته باشید در اراده خداوند. مرسی که حرفی من رو